کاری جلسه 17 کمیسیون بین حکومتی جمهوری تاجیکستان و فدراسیون روسیه اوید به همکاری اقتصادی میان جمهوری تاجیکستان و فدراسیون روسیه در شهر مسکو فدراسیون روسیه با ملاقات خاصه رهبران هیئت‌های رسمی آغاز گردید. در جلسه هیئت جمهوری تاجیکستان تحت رهبری سروزیر مملکت قاهر رسولزاده و هیئت فدراسیون روسیه باشد با رهبری معاون رئیس حکومت فدراسیون روسیه الکسی آورچوک اشتراک داشتند. جانبها در جریان جلسه نوبتی سمت‌های مهم از جمله سیاست، تجارت و اقتصاد، سرمایه‌گذاری، صنعت، معارف و علم، فرهنگ، صادرات و واردات محصولات، تندرستی، راه آهن، گمرک، فراهم ساختن امکان سازگار برای رفت و آمد دانشجویان تاجیک و مهاجران مهنتی و دیگر بخش‌ها را مورد بررسی قرار دادند. بین جمهوری تاجیکستان و فدراسیون روسیه 270 سازشنامه همکاری به امضا رسانیده شده است که همه ساحه‌های همکاری‌های دوجانبه را در بر می‌گیرد. مورد ذکر است که فدراسیون روسیه یکی از شریکان پیشرفت اقتصادی جمهوری تاجیکستان به حساب رفته، حجم گردش مال میان این دو کشور دوست در سال سپری شده 974 میلیون دلار آمریکایی را تشکیل نمود. ضمن برگزاری جلسه 17 کمیسیون بین حکومتی جمهوری تاجیکستان و فدراسیون روسیه اوید به همکاری اقتصادی میان جمهوری تاجیکستان و فدراسیون روسیه قید کرده شد که سفر رسمی رئیس مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امامعلی به فدراسیون روسیه که سال سپری شده صورت گرفته بود در سمت تقویت همگرایی میان فدراسیون روسیه و جمهوری تاجیکستان زمینه استوار گذاشت. اثنای برگزاری جلسه سروزیر مملکت قاهر رسولزاده تاکید نمود که امکانیت‌های تا حال استفاده نشده برای رشد همکاری‌های تاجیکستان و روسیه زیاد بوده، نهادهای وکالتدار ضرور است که در این سمت تدبیرهای ضروری اندیشند. همزمان ذکر گردید که تاجیکستان برای افزایش دادن صادرات محصولات کشاورزی از جهت اکولوژی تازه در شکل‌های گوناگون به فدراسیون روسیه دارای امکانی وسیع میباشد. جانبها بلند برداشتن نقش کمیسیون بین حکومتی اوید به مسائل اقتصادی را جهت تطبیق هدف‌های سازنده اساسگذار صلح و وحدت ملی، پیشوای ملت، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان و پرزیدنت فدراسیون روسیه ولادیمیر پوتین ضرور شمرده تاکید نمودند که در کوتاه‌ترین مهلت جهت عملی سازی مسائل‌های در جلسه بررسی شده از جمله برقرارسازی خط‌سیرهای هوایی، جلب متشکلانه شهروندان جمهوری تاجیکستان برای فعالیت مهنتی در فدراسیون روسیه که رشد منبعی آنها را زمینه موجوده قراردادی و حقوقی تامین می‌کند تدبیر اندیشی کرده می‌شود. همچنین جانبها ابراز داشتند که سال 2021 روزهای فرهنگ فدراسیون روسیه در جمهوری تاجیکستان و روزهای مسکو در شهر دوشنبه برگزار کرده می‌شود. جانبها روند تطبیق شوی لایحه اشتراک آموزگاران فدراسیون روسیه در پیشبرد فعالیت تعلیمی در مکتب‌های تعلیمات میانه تاجیکستان، اینچنین آغاز ساختمان 5 مکتب تحصیلاتشان با زبان روسی در تاجیکستان را در سطح بلند ارزیابی نمودند. در آخر کار جلسه 17 کمیسیون بین حکومتی جمهوری تاجیکستان و فدراسیون روسیه اوید به همکاری اقتصادی میان جمهوری تاجیکستان و فدراسیون روسیه سندهای لازمه به امضا رسانیده شد.